қалъаи Ҳисор ё ан ҳамон қалъаи Шумони номдор ки ҳазорсолаҳои миллати тоҷикро дар худ инъикос намудаву имрӯз ҳамчун як ёдгории гаронбаҳои ЮНЕСКО ба ҳазорҳо сайёҳи дохилу хориҷ тамошогоҳ аст. واژه حصار معنای قلعه جای شاهنشین را دارا میباشد و خود قلعه در طرف شمال و غربی شهر دوشنبه قرار دارد. نام حصار قبلا شومان، شادمان، سومن، شومن و غیره یاد میشد. بعضی ها برانند که در سده های 15-17 میلادی این موضع در شکل حصار شادمان یعنی قلعه شادمان نام برده میشد. بر اثر تلفظ ناجا شادمان از آن افتاد و حصار ماند و اسم خاص حصار گشت. کوهندیج حصار که با نام قلعه حصار معروف است، یادگاری دوران پیشدادیان بوده. قلعه از 3 قسم عبارت است. قسم بلندی آن قرارگاه بیک و امیران، قسم دوم اشترخانه، جایزیست خدمتگزاران و قسم اساسی آن را عسکرخانه تشکیل می‌دهد. شروع از سال 2011 با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان ساخت و ساز و تعمیر قلعه آغاز گردیده است که تا امروز از منفرش شدن راه به جانب قلعه تا احیای قسمت‌های بالایی مناره‌های دروازه قلعه از دقت مخصوص رهبریت عالی مملکت گواه است. تاریخ پرپیچ‌وتاب قلعه از قهرمانی و جانثاری‌های فرزندان ملت نیز بازگوست. راهب بودایی با نام سوان سزیان در اول‌های عصر 17 زمان از نزد قلعه می‌گذرد. با شهامت آن سر تعظیم فرود آورده در اثر خویش دولت‌های غربی امپریای تن می‌نویسد که قلعه شومان از شرق به غرب در فاصله 200 کیلومتر و از شمال به جنوب 100 کیلومتر طول می‌کشد. با ادعای او دلیل به بحث تاریخ شده میتواند قلعه از مستحکمترین قلعه های منطقه بوده است و می نویسد که دیوار قلعه تقریبا 5-6 کیلومتر بوده 10 متر پهنایی داشته است. قلعه را هزار ساله ها فرزندان باننگ و آری تاجیک محافظت نموده و برای رشد ملت خویش جانثاری ها نمودند.